او نیتایی که ما داشتیم در وقتی گفت و شنید قرار که با هم یک بودند و این مقصد را تمام مردم جمهوری تاجیکستان و باوری کامل دارم که مردم برادر ما همخون و خیش تبار ما مردم جمهوری اسلامی افغانستان نیزارند، چون که اگر در رفت بازدیدهای یکدیگر رفت آمدهای یکدیگر برقرار شود، هرچی صلح و صلاح در این منطقه برقرار شود، این به فایده مردم هر دو کشور است، نه به ضرر دیگری. باوری دارم که ما به این آرزو میرسیم. رابطه های اقتصادی دو دولت با هم همسایه گفت و شنیدها بودند و آرزوها داریم ما که در آینده که بعد به آرام گشتن سرحدات مرز ما به این موفق میشویم، چون که به نهایت ما میتوانیم با شرطنامه های اقتصادی دو طرفه با هم به امضا برسانیم و با واسطه راه های افغانستان و دولت های دیگری جهان با هرچه خراجات کمترین روابط های اقتصادی داشته باشیم که این و فکرم به منفعت هر دو کشور، به منفعت هر دو مردم دو دولت میشه و تمام مردم برادر افغانستان تنها خواهان آن هستم که در این سرزمین صلح و صلاح باشد، آرامی و زندگی آرام باشد.